اتریش برای مادرایی که اینجا کار میکنن خیلی ارزش قائله. بچه به دنیا بیاری خدماتی داری که الان برات میگم، حتما برات خیلی جالبه که توی این دفترچه همه چکاباتو کامل نوشته. میری تحت مراقبت پزشک که همه چکابات منظم و مرتب تو نوشته شده، سر موعدش برقرار. 8 هفته قبل از زایمان و 8 هفته بعد از زایمان مادر اجازه به حق کار رو نداره. برای سلامتی بچه حتما میره تحت مراقبت و باید کاملا استراحت کنه و حقوقش رو بیمه و دولت میده. بعد زایمان تا 2 سال مادر میره توی مرخصی بعد زایمان، یا که دولت توی این مدت دیگه حقوقش رو میده، نه کارفرما. دولت و بیمه حقوق اون مادر رو میدن. حالا چه جوری؟ مثلا اگر مادر تنها میخواد از بچه مراقبت بکنه، یه چیزی حدود 12,000 یورو دولت بهش حقوق میده. اگر قراره مثلا مادر تصمیم میگیره که پدرش هم باشه، مادر پدر هر دو با هم بمونن از بچه مراقبت کنن، این عدد بالاتر میره.